در ادامه تصویربرداری از پستان، برای شروع کار ابتدا باید تصاویر لوکالایزر رو طبق معمول توی 3 جهت کرونال، آکسیال و ساجیتال به دست بیاریم. برای ایجاد تصاویر آکسیال میایم روی تصاویر لوکال ساجیتال و کرونال برش هامون رو به موازات بافت پستان تنظیم میکنیم. خب برش ها رو باید جوری تنظیم بکنید که روی تصاویر کرونال به موازات نیپل راست و چپ باشه و تمام بافت پستان رو در بر بگیره. برای جلوگیری از آرتیفکت های ناشی از حرکات اون قفسه سینه و قلب میتونید جهت فاز رو از راست به چپ تنظیم بکنید. برای ایجاد تصاویر ساجیتال از پستان هم شما میاید از تصاویر لوکال آکسیال و کرونال استفاده میکنید. برای این منظور میاید روی تصویر لوکال آکسیال برش ها رو به موازات پستان تنظیم میکنید. بعد از اون روی لوکال کرونال چک میکنید که برش ها عمود بر بافت پستان باشن. حالا هر طرف که دارید اون بافت رو انجام میدید عمود بر همون طرف برش ها رو تنظیم میکنید. اینجا هم میتونید برای جلوگیری از آرتیفکت های ناشی از قفسه سینه و قلب هم جهت فاز رو از بالا به پایین، یعنی از جهت سمت سر به سمت پا تنظیم بکنید. از پروتکل های پیشنهادی برای روش امریکایی میتونیم به این موارد زیر اشاره بکنیم. خب ابتدا شما تصویر لوکالایزر رو توی 3 جهت عمود بر هم تهیه میکنید. بعد از اون میریم سراغ تصویر برداری. خب میتونید تصویر برداری ساجیتال، اسپینکو یا فاس اسپینکو به صورت تیوان انجام بدید که از اونجایی که شما خب فیلد آف ویو رو کوچیک میگیرید که کل پستان رو در حقیقت هر طرف توی تصویرتون داشته باشید، اون قدرت تفکیک همچنان که قبلا صحبت کردیم بالا خواهد بود. و توی این تصویر برداری دقت بکنید که نبایستی از تکنیک های سرکوب چربی استفاده بکنید، چون ضایعات معمولا نسبت به اون شدت سیگنال بالای چربی که داخل پستان وجود داره تیره هستند. پروتکل بعدی ساجیتال اسپینکو یا فاس اسپینکو تی 2 هستش که شما میتونید توی این تکنیک ها فصد رو به کار ببرید، یعنی تکنیک های سرکوب چربی رو مورد استفاده قرار بدید. دلیلش هم اینجا اینه که خب انتظار داریم که ضایعات معمولا نسبت به اون شدت سیگنال کم چربی توی تصاویر تی 2 که ما اینجا اومدیم با فصد سرکوبشون کردیم داخل بافت پستان روشن‌تر دیده بشن در مقایسه با بافت چربی. تصویر برداری بعدی ساجیتال فست اینکوهرنت هست توی گرادیان اکو که توی این دسته از تصاویر وقتی که شما اطلاعات رو دارید کسب میکنید میدونید که اون ضایعاتی که بدخیم هستن حاشیه‌های نامشخصی دارن و ضایعاتی که خوشخیم هستن لبه هاشون یک نواخته نسبتاً. تصویر برداری بعدی ساجیتال 3D هست که ما این رو برای زمانی که تزریق رو انجام میدیم مورد استفاده قرار میدیم. دقت بکنید که شما برای این تصویر برداری لازمه که یک تصویر رو قبل و چند دقیقه بعد از تزریق شما اطلاعات رو کسب بکنید. خب به این صورت خواهد بود که قبل از اینکه تزریق بکنید یه دسته تصویر رو میگیرید و بعد از تزریق هم تصویر برداری رو انجام میدید. اینجا اون زمانهای اسکنتون دقت بکنید که بیشتر از 1.5 دقیقه نباید باشه و یعنی اینکه اگه شما 4 دسته تصویر بعد از تزریق میگیرید هر دسته تصویرتون زمان بندیش بیشتر از 1.5 دقیقه نباشه. حدوداً بین 3 تا 5 بار هم تصویر برداری بعد از تزریق تکرار میشه و اون زمانبندی که شما شروع کردید برای تصویر برداری حتما بایستی روی تصاویرتون قید بکنید که به چه صورت هستش که بسیار مهمه. اینجا شما میتونید از تکنیک های سرکوب چربی هم استفاده بکنید. خب برای تصویر برداری به روش اروپایی اینجا هم شما
طبق معمول تصاویر لوکالایزر رو تهیه میکنید و بعد از اون میرید سراغ تصاویر آگزیال که به صورت اسپینکو و فست اسپینکو تیوان خواهد بود. اینجا هم دقت بکنید که مشابه قبلی نمیتونید از تکنیک های سرکوب چربی استفاده بکنید. تصویر پروتکل بعدی آگزیال اسپینکو یا فست اسپینکو T2 هست، دقیقا مشابه قبلی هست و اینجا دقت بکنید که میتونید از تکنیک های سرکوب چربی استفاده بکنید. خب آگزیال 3D هست که قبل از کنتراست و بعد از کنتراست بایستی تهیه بکنید. خب دقت بکنید که توی قبل از کنتراست، پری کنتراست که به صورت تیوان انجام دارید میدید، اینجا نمیتونید از تکنیک های سرکوب چربی استفاده بکنید. وقتی که تزریق رو انجام دادید، اینجا هم مشابه قبلی بایستی با همون شرایطی که گفته شد قبل تزریقی تصویر برداری انجام میدید و بعد از تزریق هم به همون صورت 1.5 دقیقه تصویر برداری رو انجام میدید و حدوداً 3 الی 5 بار این کار رو تکرار میکنید. اینجا هم از تکنیک‌های فتست نمیتونید استفاده بکنید و حالا تصاویری رو که به دست میارید بعد از تزریق میارید از تصاویر قبل از تزریق کمشون میکنیم، اصطلاحاً بهشون میگیم سابترکتشون میکنیم که بتونیم اون ضایعات و عروقی که انهانس شدن اینجا به خوبی ببینیمشون. برای افرادی که برای بررسی سیلیکون ها میان، ایمپلنت های سیلیکونی، خب شما طبق معمول یه لوکالایزر مثل دو روش قبلی تهیه میکنید، تصاویر ساجیتال تیوان و T2 رو به صورت فست اسپینکو تهیه میکنید. خب و در نهایت تصاویر اینورژن ریکاوری فست اسپینکو رو هم تهیه میکنید که قبلا هم همچنان که گفته بودیم جزو کاربردهای رایجش، اینا برای بررسی اون ایمپلنت های پاره شده یا سالم مورد استفاده قرار میگیره. خب حالا اینجا نیاز هستش که شما از تکنیک های سرکوب بافت استفاده بکنید. حالا این سرکوب بافت به چه صورت انجام میشه؟ شما یه بار میاد تصاویر آب رو سرکوب میکنید با استفاده از اون پالس‌های پری سچوریشن برای آب و اینجا شما عملا تحت عنوان تصویربرداری سیلیکون شناخته میشه و در حقیقت میخواید سیلیکون رو داخل بافت پستان مشاهده بکنید. بعد از اون میاد بافت سیلیکون رو سرکوب میکنید برای اینکه سایر آناتومی بافت پستان رو بتونید اینجا به نمایش در بیاریم که به این دسته تصاویر میگن تصاویر سرکوب سیلیکون. حالا اینکه تصویر برداریتون میخواد سرکوب سیلیکون باشه یا تصویر سیلیکون باشه به عهده رادیولوژیست هست تصمیم گیریش که به چه صورت انجام بشه. پردازش تصاویر توی تصویربرداری دینامیک بافت برز از اهمیت خاصی برخورداره و اطلاعات خیلی زیادی رو میتونه از اون ضایعات بافت پستان در اختیارمون قرار بده. شما قبلا گفتیم که یک فاز قبل از تزریق ماده حاجب میگیرید و چند تا فاز هم بعد از تزریق ماده حاجب. حالا این الگوی افزایش شدت سیگنال که اینجا رخ میده توی ضایعه میان مورد استفاده قرار میدن برای دسته‌بندی انواع ضایعات که این کار رو معمولا با استفاده از نرم افزارهای پردازش تصویر انجام میدن که بیان این افزایش شدت سیگنال رو بررسی بکنن. خب دقت بکنید که دلیلش هم اینه که شما وقتی که میخواید روی تصاویر بیاید به صورت دقیقه به دقیقه بررسی بکنید که افزایش کنتراست به چه صورت بوده، با چشم روی تصویر خیلی تشخیصش سخته. برای همین میان از این نرم افزارها استفاده میکنن که بتونن اون الگوی افزایش شدت سیگنال رو برای تشخیص اون ضایعات به کار ببرن و حالا بر اساس اون تقسیم بندی که وجود داره به انواع متفاوتی تقسیم بندیش میکنن. خب یه ابزار خیلی ساده هم ما داریم که میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه ضایعات رو در مقایسه با اون تصویر اصلیمون به صورت مجزا از اون بافت زمینه مشاهده بکنیم، مثل MIP یا همون ماکسیموم اینتنسیتی پروجکشن که باهاش آشناییت دارید میتونیم استفاده بکنیم و به این ترتیب
کمک بکنیم به مشاهده آسانتر ضایعات. کبد یکی از اون غده‌های بدنه که توی فعالیت‌های سوخت و ساز بدن مثل گوارش نقش داره. تمام خون دستگاه گوارش میدونیم که به وسیله ورید پورت جمع آوری میشن و وارد کبد میشن و عملا تمام موادی که جذب میشن از طریق لوله گوارش از کبد دارن عبور میکنن. یکی دیگه از کارهایی که کبد انجام میده اینه که میاد سموم رو جذب میکنه و اونا رو تصفیه میکنه و در نهایت تبدیلشون میکنه به مواد بی‌ضرر. همچنین کبد متابولیسم داروها تو بدن رو هم به عهده داره. به طور کلی از کاربردهای رایج تصویربرداری MRI میتونیم به متاستازهای کبدی، آدنومای کبدی، کیستهای کبدی، همانژیوم‌ها و آسیب‌های عروقی کبدی، کارسینوماها، بررسی بعد از جراحی کبد چرب اشاره بکنیم. در تصویربرداری‌های ناحیه شکم بیمار بایستی ناشتا باشه. یعنی حدوداً 3 الی 4 ساعت قبل از این که بخواد آزمون رو انجام بده نبایستی غذا بخوره و میدونیم که این غذا خوردن عملاً باعث میشه که صفرا به 12 ترشح بشه. نوشیدن مایعات باعث میشن که روده ها از آب پر بشن و سیگنالی که اونها تولید میکنن با سیگنالی که ناشی از اون آسیب ها هست با هم دیگه تداخل ایجاد میکنه. ولی نوشیدن یه سری مایعاتی مثل آب آناناس، مثل آب تمشک، اینها میتونن توی تشخیص کمک بکنن، به این صورت که به خاطر اون فلز منگنزی که داخلش وجود داره که ما اینا رو جزو عوامل کنتراست منفی در نظر میگیریم، باعث میشن که تصاویر روده ها تیره تر بشن و از این طریق کمک به تفسیر عکس میکنن. خب بیمار به صورت سوپاین روی تخت میخوابه و ما به بیمار طوری پوزیشن میدیم که باریکه نور طولی لیزر روی خط میانی بدن قرار بگیره و باریکه نور افقی هم از مهره سوم کمری یا حاشیه اون آخرین دنده عبور بکنه. در صورتی که نیاز به گیتینگ تنفسی بود باید اون رو در کنار دیافراگم قرار بدیم. قبل از اون قرار دادن کویل ها روی بدن بیمار شما چند بار از بیمار میخواید که نفس بکشه و اون نفس کشیدنش هم دقت بکنید که بایستی به صورت طبیعی باشه. بعد اون حد اکثر حرکت دیواره شکم رو اینجا پیدا میکنه. حالا این سخت افزارتون رو عملاً بلوز رو میاد چکار میکنید روی اون منطقه‌ای که بیشترین حرکت دیواری رخ داده قرارش میدید. SNR و CNR هم توی محدوده شکم به خاطر اون دانسیته پروتونی ذاتاً بالاست و میتونید از کویل های تورسوی آرایی هم استفاده بکنید که حتی کمک میکنن که این مقدار افزایش پیدا بکنه. توی اون تصویر برداری های پارالل یا موازی هم که از کویل های مولتی اری عملاً استفاده میکنن، چند آرایی منظور هست، زمان اسکن به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. برای کاهش آرتفکت های تنفسی که خب گفتیم از چه مواردی استفاده میکنیم. برای حرکات رودی هم میدونیم که بیشتر توی قسمت تحتانی اون کبد رخ میده، یعنی مقاطع آگزیال پایینی کبد مشکل ممکنه ایجاد بکنه و اون آرتفکت هایی که حاصل از حرکت معدی هستن در قسمت فوقانی مقاطع آگزیال کبد میتونه مشکل ایجاد بکنه. برای همین موضوع شما میتونید از عوامل آنتی اسپاسم استفاده بکنید قبل از اینکه آزمون رو انجام بدید. حالا به صورت آیوی، آیم یا زیر جلدی تزریقشون بکنید که خیلی کمک موثری میتونن بکنن برای تصویر برداری از این ناحیه تا آرتفکت حرکتی رو کاهش بدن. فقط نکته‌ای که هست اینه که تجویز این داروها و تزریق این داروها حتما با اجازه پزشک باشه. برای کاهش آرتفکت جریان خونی که توی آئورت وجود داره هم و همچنین ورید اجوف تحتانی
میتونید که پالس های پری سچوریشن رو توی قسمت بالا و پایین فیلد آف ویوتون قرار بدید. برای انجام تصویربرداری طبق معمول شما تصاویر لوکالایزر رو توی 3 جهت کورونال، آکزیال و ساجیتال تهیه میکنید. برای تهیه تصاویر آکزیال هم شما روی تصاویر کورونال برش هاتون رو میچینید. برش ها رو هم بایستی جوری تنظیم بکنید که مقاطع شما کل کبد رو تحت پوشش خودش قرار بده و عملا اینجوری میتونیم بگیم که از دیافراگم شروع میشه تا تقریبا اون حاشیه پایینی کبد یه ذره پایین ترش که شما بیاید که کل کبد رو حالا به خاطر حرکت های تنفسی که ممکنه رخ بده رو تحت پوشش خودش داشته باشه. دقت بکنید که توی این تصویر شما یک باکس سبز رنگ رو هم مشاهده میکنید. اگه از اون نویگیترهای تنفسی استفاده کرده باشید لازمه که این باکس رو جوری تنظیمش بکنید که تقریبا توی تصاویر ساجیتالتون وسط دیافراگم رو در بر بگیره و توی تصاویر کورونالتون هم طوری باشه که نصف این روی ریه ها باشه و نصفش هم روی کبد باشه که بتونه به خوبی اون جابجایی کبد رو بر اثر حرکات تنفسی برای شما محاسبه بکنه. اگه این اتفاق این رو به درستی تنظیمش نکنید در محاسباتش ممکنه اشتباه بکنه و به درستی نتونه تصاویر شما رو به تصویر بکشه، یعنی در جای صحیح خودش این تصاویر رو برای شما ایجاد بکنه. خب اینجا هم پروتکل های روتین رو برای تصویربرداری از کبد مشاهده میکنید که همچنان که گفتیم طبق همه تصویربرداری ها شما یه تصویر لوکالایزر تهیه میکنید. بعد از اون تصاویر کورونال هیوی T2 هست که این سکانس های مربوط به این نوع تصویربرداری معمولا زمان های تی خیلی طولانی دارن و با استفاده از سکانس های مثل هیست، سینگل شات، فست اسپین اکو گرفته میشن. بعد از اون آکسیال T2 برس هولد هستش که اینها رو با حبس تنفس شما میتونید تصویربرداری هاتون رو انجام بدید. آکسیال T2 فت، آکسیال T1، آکسیال دوال برس هولد میتونید انجام بدید که در ادامه صحبت میکنیم که این دوال ها چه کاربردی میتونن برای ما داشته باشن و تصویربرداری های سه‌بعدی که با استفاده از برش های نازک و حبس تنفس و همچنین همراه با سرکوب چربی میتونن اینها مورد استفاده قرار بگیرن. دوباره یادآوری میکنیم که توی دستگاهی جی بهش میگیم لاوا و توی دستگاه زیمنس بهش میگیم وایب. اگه نیاز به تزریق بود و بعد از تزریق هم تصویربرداری قرار شد انجام بشه، دقت بکنید که این برش هاش مشابه برش های بدون تزریق هست و توی 3 الی 5 تا فاز همون تصویربرداری انجام میشه. وزن تصویری T2 که بهتر اینجوری بگیم وزن تصویری T2 شدید عملاً برای تشخیص افتراقی بین کیست و پاتولوژی های متفاوت به کار میره، از جمله همانژیوما، آدنومای کبدی، متاستازها که اینها میتونن خیلی کمک کننده باشن برای تشخیصشون. سکانس های آکسیال T2 هستش که اینها رو شما میتونید هم با حبس تنفس انجام بدید و هم با اون گیتینگ های تنفسیتون که خب انتظار داریم که توی زمان استفاده از گیتینگ های تنفسی اسکن هایی که شما تهیه میکنید از رزولوشن و SNR بالاتری برخوردار باشن در مقایسه با تصاویر حبس تنفس. ما تصاویر این فیز و اوت فیز هم داریم که توی تصویربرداری استفاده میکنیم که توی تشخیص افتراقی آدنومای غده های آدرنال از تومور و متاستاز میتونن اینجا به کار برن. خب قبل از این که ادامه بدیم توی فیزیک خونده بودیم که این فیز و اوتا فیز چیه. توی تصویربرداری های گرادین اکو اگه به خاطر داشته باشید اینه که توی یه زمان اکوی خاص که مثلا برابر با حالا میتونه 4.6 میلی ثانیه باشه و مضرب های زوجی از اون
پروتون های آب و چربی توی یک وکسل با همدیگه همفاز می شدن و توی 2/3 میلی ثانیه، یعنی یا مضرب های فرد، پروتون های چربی و آب در نقطه مقابل هم قرار می گرفتن. اینجا شما توی تصویر اگه فرض کنیم تصویر A تصویری باشه که پروتون های چربی و آب همفاز شده باشن و بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که مجموع سیگنال اینها رو داشته باشیم، میبینید که این فلش سیاه رنگ چقدر بزرگتر میشه و اینجا زمانی هستش که چربی و آب غیر همفاز هستن و مقدار سیگنال از هم دیگه کم میشه و سیگنال کلی به این صورت که میبینید کاهش پیدا میکنه و تصاویر ما انتظار داریم که اینجا تیره تر در مقایسه با زمانی که همفاز هستن بشه. و عملا میان از این خاصیت استفاده میکنن برای اینکه بتونن بین اون چربی های فیلتر نشده توی کبد و آسیب های جامدی که اونجا وجود داره یک افتراقی رو ایجاد بکنن. آرتیفکت های جریان هست که قبلا صحبت کردیم که میتونیم اینا رو با استفاده از اون باند اشباعی که در بالا و پایین برش ها قرار میدیم یا از جبران کننده های جریان میتونیم استفاده بکنیم که در جهت برش قرار میگیرن مقدارش رو کاهش بدیم. خب دقت بکنید زمانی که شما دارید از اکوهای دوتایی استفاده میکنید، دوال اکوها، عملا دیگه نیازی نیست سکانس های تیوان رو تهیه بکنید، چون اینا عملا تصاویری هستن که همفازن، این فیز اصطلاحاً، و خودشون کنتراست تیوان رو دارن. خب یک مروری بکنیم برای تصاویر اوت آف فیز و این فیز، همفازی و غیر همفازی. تو تصاویر غیر همفازی انتظار داریم توی زمانهای 2/3 میلی ثانیه، 6.9 میلی ثانیه، زمانی که قدرت دستگاه شما 1.5 تسلا هست و توی 1.15 و 3.45 میلی ثانیه هم برای زمانی که قدرت دستگاه 3 تسلا هست غیر همفازی بین اسپین های آب و چربی رخ بده. برای همفازی هم تو دستگاه 1.5 تسلا توی 4.4 و 9.2 میلی ثانیه و توی دستگاه 3 تسلا هم انتظار داریم توی 2.3 و 4.6 میلی ثانیه این پدیده رخ بده. از سکانس های 3D تیوان هم شما میتونید استفاده بکنید که یه رزولوشن بهتری رو داشته باشید و بتونید بازسازیتون رو توی چند تا مقطع انجام بدید. از ماده حاجب هم معمولاً برای نشون دادن متاستازهای کبدی استفاده میشه. فقط دقت بکنید که اون وزن تصویری شما وابسته است به اون نوع کنتراستی که شما دارید استفاده میکنید. اگه ماده حاجب شما از نوع عوامل کوتاه کننده تیوان باشه مثل گادولونیوم، لازمه که اسکن هایی که بعد از تزریق استفاده میکنید خب تیوان ویتد باشن و این اسکن ها رو معمولاً با پالس های سرکوب کننده بافت به کار میبرن و دقت بکنید که توی فازهای چندگانه تصویر برداری انجام میشه که اصطلاحاً بهش میگفتیم دینامیک، که این ضایعات کبدی به خوبی خودشون رو بتونن نشون بدن. اگه از مواد حاجب تیتو شارتنینگ استفاده میکنید دقت بکنید که حتما بایستی بعد از تزریق شما از پالس سکانس های وزنی T2 استفاده بکنید برای تصویر برداریتون. اسکن ها رو هم معمولاً 1 ساعت بعد از تزریق انجام میدن تا این زمان لازم برای جذب کنتراست عملاً به وسیله کبد فراهم بشه. برای دیدن عروق کبدی ما میایم از عوامل کنتراست مثبت استفاده میکنیم و تصویر برداریمون هم از نوع دینامیک خواهد بود که به صورت حالا بلوس میتونیم کنتراستمون رو تزریق بکنیم. بعد از اون شما با استفاده از توالی های گرادیانکو، حالا صرف نظر از این که اسمش چی هست، 3 تا تصویر باید تهیه بکنید، یعنی 3 نوع تصویر باید تهیه بکنید که دقت بکنید که همه اینا هم بایستی با وضعیت حبس تنفس انجام بشه. این تصویر برداری دینامیک توی فاز اول که فاز شریانی بهش میگیم، دقیقاً بعد از اینکه 20 تا 30 ثانیه از تزریق گذشت شما تصویر برداریتون رو انجام میدید. این خیلی مناسبه برای اینکه آسیب‌های هایپرواسکولار رو و اون متاستازهای پریواسکولار رو به خوبی نشون بدید. توی فاز شریانی ماده کنتراست
توی شریان‌های احشایی با یه افزایش کنتراستی توی پانکراس و قشر کلیه‌ها و ورید باب بدون جذب توی شریان‌های کبدی عملاً دیده میشن. توی فاز دوم که فاز پورتال بهش میگیم، تصاویر رو حالا بعد از حدود 1 دقیقه یا یه فاصله زمانی حدود 10 ثانیه توی حالا بسته به اون نوع پروتکلی که دارید شما تصویر برداریتون رو انجام میدید به دست میارید. خب توی اینجا حالا شما انتظار دارید که پارانشیم بافت کبدی افزایش کنتراستی تو خودش نشون بده و در فاز سوم هم که فاز تعادلی هست که حالا با فاصله حدود 2 دقیقه بعد از تزریق به دست میارن و حالا توی بعضی از پروتکل‌ها 5 دقیقه بعد از اون فاصله زمانی که بین فاز دوم و سوم هست تصویر برداری صورت میگیره، میتونه برای تشخیص آسیب‌های همانژیوم و التهابات کبدی به کار بره. لوز المعده یا پانکراس هم نحوه تنظیم و آمادگی بیمار جهت آزمون‌های پانکراس همشون مشابه مطالبی هستن که راجع به کبد صحبت کردیم. از کاربردهای رایج تصویربرداری MRI هم میتونیم به تومورهای پانکراس، اون انسداد مجرای پانکراس، تشخیص و مرحله بندی نوپلاسما، کیست کاذب پانکراس، تومورهای پانکراس اشاره بکنیم. خب تو این جدول هم یک نمونه از پروتکل‌های روتین رو برای تصویربرداری از پانکراس مشاهده میکنید، مثل کورونال T2، آکزیال T2، آکزیال T1، آکزیال دوال، آکزیال لاوا یا همون وایب و اگه نیاز به تزریق بود تصویربرداری‌های بعد تزریق. دقت بکنید که اینجا اون آکزیال دوال که انجام میدید در حقیقت همون تصاویر این فیز و اوتا فیز هستن که میتونن اینجا هم برای تصویربرداری به کار برن که یک افتراق خیلی خوبی رو عملاً بین آناتومی و پاتولوژی پانکراس ایجاد میکنن. بهترین توالی عملاً برای مشاهده آناتومی بافت پانکراس خب طبق معمول توالی‌های T1 هستن و سیگنال پانکراس هم ممکنه حالا به علت آتروفی پانکراتیک کاهش پیدا بکنه. در نتیجه تکنیک‌های اشباع چربی میتونن باعث افزایش سیگنال پارانشیم پانکراس بشن و آسیب‌های موضعی پانکراس بهتر دیده بشن. اخیراً سکانس‌های دیفیوژنی هم به عنوان سکانس‌های تکمیلی برای تصویربرداری از پانکراس رایج شده و تهیه میشه. خب برای مشاهده هرچه بهتر انسداد مجاری صفراوی همچنان که توی شکل مشاهده میکنید میتونید تصویربرداریتون رو به صورت کورنال اوبلیک در امتداد اون مجاری صفراوی تنظیم بکنید و تصویرتون رو تهیه بکنید. دقت بکنید که توی این تصاویری که تهیه میکنید میتونید به صورت فسط هم انجامش بدید. این برش هایی رو که شما عملا دارید تنظیم میکنید دقت کافی رو داشته باشید که بایستی علاوه بر اینکه به موازات پانکراس تنظیمش میکنید تمام پانکراس رو از سطح قدام تا خلفش همه رو در بر داشته باشه. از تصویربرداری های تزریقی هم میتونید استفاده بکنید یا تصویربرداری های دینامیک برای اینکه بتونید ضایعات کوچیک پانکراس رو هم اینجا به نمایش در بیارید.